دوست عزیز من، سلام. به مدیتیشن خواب عمیق و آرامش واقعی، رهایی از استرس و افکار منفی خوش اومدید. اگر در این لحظه این ویدیو رو پیدا کردی، یعنی ذهنت آماده آرامش و رهایی از تمام نگرانی ها و استرس های روزانه هست. فقط کافیه به صدای من گوش بدی. به آرامی نفس بکشی و اجازه بدی این مدیتیشن تو رو به عمق خواب و آرامش ببره. در این لحظات ذهن و بدن تو برای رهایی از افکار منفی و پیدا کردن سکون واقعی آماده هستند. پس این سفر آرامش بخش رو آغاز کن. در این لحظات آرامش بخش شما به خود فرصتی می دهید تا از روزی که گذشت جدا بشید و به آرامش درونی خودتون برسید. اجازه بدین هر کلمه‌ای که میشنوین شما رو به عمق دنیای آرامش هدایت کنه. همکنون شروع کنید به تنفس آرام و عمیق. با هر نفس احساس کنید که بدن شما سنگین‌تر، راحت‌تر میشه. هر نفس مانند موجی هست که به ساحل آرامش میرسه. چشمانتون رو ببندین و به آرامی توجه خودتون رو به نفس‌هاتون جلب کنید. یک نفس عمیق بکشین و با هر بازدم تمام تنش‌ها و نگرانی‌های روزانه رو از بدن خودتون خارج کنید. تصور کنید که یک نور ملایم و گرم در قلب شما روشن شده. نوری که به آرامی در سراسر بدن شما گسترش می‌یابد و هر عضله را نرم و آرام می‌کند. این نور به آرامی از انگشتان پا شروع میشن و به بالا به سمت سرتان حرکت میکنن. هر قسمت از بدن که دچار تنش هست با هر نفس نرم و رها میشه. همونطور که به آرامی و عمیق نفس میکشین، تصور کنید که در فضایی امن و راحت قرار دارید. جایی که هیچ چیزی جز آرامش و سکوت در اون وجود نداره. این فضا کاملا شما رو در بر گرفته. این لحظات فرصتی هست برای رهایی از افکار و احساسات منفی که ممکنه در ذهن شما باشن. به این افکار اجازه بدین که شما رو ترک کنن. هیچ چیزی نباید مانع آرامش شما بشه. حالا به تدریج خود را در حال غرق شدن در آرامش و سکوت کامل احساس کنید. همونطور که یه برگ در آسمان شب به آرامی سقوط می کند، شما نیز در این سکوت عمیق فرو روید. بدن شما در حال استراحت است.
ذهن شما در آرامش است و قلب شما به آرامی و با آرامش می‌تپد. اجازه دهید هر تنشی که در بدن شماست با هر نفسی که می‌کشید به طور کامل از بین بره. بگذارید ذهن شما کاملا آزاد و رها باشه. فقط در این لحظه از شب در آرامش و سکون کامل فرو روید. اکنون به یاد داشته باشید که این لحظات آرامش به شما کمک می کند تا شب را با راحتی و آرامش عمیق سپری کنید. بذارید تمام بدن و ذهن شما به خواب عمیق و ترمیم کننده فرو بره. هیچ عجله‌ای نیست. در این لحظه تنها به آرامش و خواب نیاز دارید. بذارید خواب شما رو در آغوش خودش بگیره و بدن و ذهن شما رو تجدید کنه. به یاد داشته باشین که آرامش در درون شما و همیشه میتونین به این فضای آرامش برگردین. هرگاه نیاز به استراحت و تجدید نیرو داشتین، این مسیر همیشه در دسترس شماست. حالا در این لحظه فقط سکوت را احساس کن. هر صدای بیرونی به آرامی دور می شود و تو در آرامش و امنیت کامل فقط به نفسهای خودت گوش کن. هر دم آرامش را به درون بدنت دعوت کن و با هر بازدم تمام خستگی ها، تمام نگرانی ها، تمام افکار منفی را آزاد کن. بدن تو سبکتر و رهاتر می شود. ذهن تو آرامتر و روشن‌تر می شود و قلبت در سکوتی عمیق، آرام و هماهنگ در حال تپیدن است. هیچ عجله‌ای نیست. همه چیز در این لحظه در صلح و آرامش کامل قرار دارد. فقط بودن، فقط نفس کشیدن، فقط سکوت در این لحظه ناب. به خواب بروید و صبح با انرژی تازه از خواب بیدار شوید. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید کمال تشکر را دارم و شب خوب و عالی همراه با آرامش براتون آرزومندم.